توجیکان در آینه تاریخ. صحیفه توجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع روح جاویدانه باختر و وحش حیات بخش ادامه می دهیم. عاقبت حفریات تخت سنگین صورت گرفت که آن 5 کیلومتر دورتر از تخت قباد در موضع با هم پیوست شدن دریاهای وخش و پنج و آغاز یافتن دریای آمو واقع بود. باید گفت که تحقیق نه چندان جدی خرابه‌های تخت سنگین را اول باستانشناس دنیکی سال 1928 آغاز نموده، سپس آن را دیاکنوف ادامه داد در سالهای 1950 1952 و از پی آنها ماندلشتام با کوفتکوی باستانشناسی در سال 1956 پرداخت. عجابت تاریخ را ببینید که این سه باستانشناس معروف سالها در دل آرزوی پیدا کردن نشانه از خزینه امودریا را پروریده باشند هم قسمت ناسازگار این بخت را برایشان میسر نگرداند. اندیشه های جسورانه دیاکنوف در بابت تمدن باختر قدیم علل خصوص مکان خزینه امودریا، پنداشتن خرابه های تخت سنگین و پیشامدهای درخشان این حفریات دقت بسیار باستانشناسان مشهور آسیای میانه را به خود کشید. با موضع خرابه های قلعه میر، کیقوباد شاه، تخت قباد و تخت سنگین، عالمان زبردست ساحه باستانشناسی لیتوینسکی، زیمل، ستاوسکی و الباوم آمده با علم باخترشناسی صحیفه تازه افزودند. تقریباً بعد 100 سال یافت شدن خزینه امودریا، عالیه باستانشناسی باز مرحمت نموده با بسیار منظره های تاریک و ناعیان این خزینه روشنی انداخت. حفریات باستانشناسی تخت سنگین که سال 1976 سراول تحت سروری لیتوینسکی آغاز یافته، سپس با راهبری باستانشناس پیچیکیان ادامه یافت، در کشادن و تفسیر و تصنیف بسیار معماهای آثار فرهنگ و تمدن و دولتداری عهد باختر قدیم کمک نمود. حفریات باستانشناسی نشان داد که تخت سنگین با همراهی تخت قباد یک مجموع استحکامات پر اقتدار و قلعه بندی عهد قدیم بود که در چارسوی شاهراه هند و چین و روم مقام داشته، گذرگاه آبی دریای آمو و راههای خشکیگرد آن را تحت حمایت و نظارت قرار داده بود. بنیاد دیمنه تخت سنگین شهادت می‌دهد که نیاگان تاجیکان در صنعت استحکام گذاری و قلعه سازی به پایه بلند انکشاف رسیده، دستاوردهای معماری و استحکامات حربی را با هم خیلی ماهرانه آمیزش داده و کاربست نمودند. دیمنه تخت سنگین را از غرب کوه، از شرق دریای بزرگ آمو حفظ نموده، از جنوب و شمال آن را دو قطار دیواره غفص محکم پیچانیده بود. در فاصله بین دیواره های شمالی و جنوبی باششگاه نظامیان و پاسبانان قلعه، قطار کاروانسرای ها و کشک های تاجران، رسته های هنرمندان و اقامتگاه کاسبان و دیگر امارت های خرد و بزرگ دارای طرح خاصه معماری جایگیر بودند. کوهندیز بزرگ راستکنجه در میانجای دیمنه قامت افراخته بود که طول آن 237 متر و عرضش 165 متر می آمد. کوهندیز با دیوارهای سنگین غفصیش 2 متر، برج‌های دیدبانی بلندیش 8 متر و خندق‌های عمقش 3 متر احاطه شده بود که از روی عنعنه استحکام سازی باختریان شکل راستکنجه داشت. بازیافتی از هم عجیبه که در علم باستانشناسی شور و ولوله انگیخته و بسیار معماهای خزینه امودریا روشنی انداخت. معبد بزرگی بود که به شرف آخشا بنیاد شده بود. واقعاً این معبد در جای نظرربای با هم یک شدن دو رود کلان وخش و پنج
و آغاز یافتن دریای بزرگ آمو بنیاد شده بود. در میانجای معبد آخشاه تالار بزرگ مربع شکل واقع بود که مساحتش 144 متر مربع را تشکیل میداد. اطراف تالار را دالان‌های خوشتر احاطه می‌کردند که از افتش مقامگاه زیارتگران و کاهنان عبادتخانه را ادا می‌کردند. بالارهای سقف تالار بر 4 ستون سنگی استوار بوده شکوه و شهامت عبادتخانه را می‌افزودند. با تالار و دالان‌ها از 3 سمت 3 در گذاشته بودند که زیارتگران و نظر کنندگان توسط این درها با تالار و دالان‌ها وارد می‌شدند. تفصیلات عبادتخانه و جزئیات معماری تالار را با باستانشناسان واگذار نموده همین را می‌افزاییم که میان بازیافت‌های باستانشناسی تخت سنگین و خزینه امودریا یک شباهت و عمومیت حیرت انگیز مشاهده می‌گردد. مجسمه‌های گجی و گیلی، مقدار زیادی اشیاءهای عاجی، بیش از 30,000 پیکان‌های آهنی و عدد زیادی پیکان‌های برنجی، خنجرهای ته‌جایی اکینک و غلاف‌های مصور، محراب‌های خرد و بزرگ مجسمکاری، تنگه‌ها و پلچکچه‌های زرین و دیگر اشیاءها دلیل‌های رد نشونده می‌باشند که مکان حقیقی خزینه امودریا محض همین معبد و تالار با شکوه تخت سنگین بوده است. شبهه‌ای نیست که خزینه امودریا و دیگر آثار قدیمه معبد آخشا در طول هنگامه‌های هزار ساله‌های تاریخ به غارت رفته حصه خیلی ناچیز آن تا زمان ما رسیده است که بازیافت‌های بالای منصوب آن است. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را در موضوع روح جاویدانه باختر و بخش حیات بخش می توانید از برنامه صبح تاجیکستان روز چهارشنبه تماشا کنید.